از نشانه قیامت است. رسول اکرم باز دوام دادند، نشانه آخرت گفتند حرج زیاد می شود. یا رسول الله ما الحرج؟ حرج چیز؟ قال القاتل القاتل القاتل. پیغمبر گفتند 3 بار تکرار کردند، گفتند کشتار بسیار می شود، کشتار بسیار می شود، خون ناحق بسیار می ریزد. امروز اخبارهایی که ما و شما به مجردی که و تماشای او شروع میکنیم از اول تا به آخر در همان مدت 15 دقیقه یا 30 دقیقه هر یک دولتی که نشان میدهد فقط کشتار است، فقط کشتار است، فقط کشتار است. اینم چی شد؟ اینم آشکارا شده است. رسول اکرم اینها را در همون زمانها برای ما و شما پیشگویی کردند. پیغمبر خدا دوام دادند، گفتند زمان می شود تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم فيقول الحجر يا مسلم وراء يهودي فاقتله. پیغمبر خدا گفتند زمان می شود که شما ای مردم مسلمان با مردم یهودی جنگ میکنید. جنگ افتتاح می شود، مسلمان با قبیله یهود جنگ میکنند. فتسلطون علیهم، لکن عاقبت جنگ پیغمبر خدا گفتند ظفر با مسلمان ها انجام می‌یابد. مسلمان ها در این جنگ بین یهود غالبیت به دست بیارند. چگونه گفتن پیغمبر؟ فیقول الحجر، حتی همین سنگهای کلانی که هستند اینها زبان میکشایند و میگویند یا مسلم وراء یهودیون، ای مسلم احتیاط شو و نزدیک من بیا که در پس من یهودی هست، فقتله و یا قتل کن. این زمان هم گفتم پیغمبری خدا نزدیک می شود. این زمان هم گفت بالای شما ای امتی من می آید. دوام می دهیم دیگر نشانه قیامت. لا تقوم الساعه حتى یبعث دجالون کذابون قریبا من 30 كلهم یزعم انه رسول الله. زمان می شود گفت پیغمبری خدا دجال ها می برایند. الحال صحبت ما به دجال کلانی نمی رسد، وقتی ما خیلی کم است. انشاءالله ما از دجال کلان به شما صحبت الهیده داریم، زیرا او دجال دیگر دجالی هست که وای از 10 نشانه هست. این نشانه هایی که الحال من به شما گفته استم این نشانه های خرد است. قیامت 2 نشانه دارد، یکی نشانه های خرد، دیگر نشانه های کلان. این دجالی که یک چشم دارد و بین شام و بین عراق می براید و تمام مردم گمراه می کند، این دجال کلانی است. این من صحبت و جمعه های آینده می پرتم. رسول الله گفتند دجال ها می براید، یعنی فریب دهنده ها می برایند قریبا من 30. اینها قریب که 30 نفر هستند، قریب که 30 نفر تا روز قیامت 30 دجال دیگر می براید. این 30 دجال، این 30 نفر گمان میبرند این که اونها پیغمبر هستند، در اصل کذابون، اینها دروغ میگن. بعد من دیگر پیغمبری خاتمه شد. در دوره های پیغمبری خدا مسیلمه برآمد. مسیلمه کذاب در قصه ها میگذرد، دعوای پیغمبری کرد. در دوره های ابوبکر وقتی رسول از دنیا گذشت دایرش بسیار وسیع شد، مردم بسیار در اطراف جمع کرد، لکن ابوبکر صدیق با مبارزه ضد او جنگ اعلان کرد. این مسیلمه را در این جنگ چکار کرد؟ نابود کرد. چندین قاری ها، چندین حافظای قرآن در ضد مسیلمه کذاب به شهادت رسیدند. و الحال ما و شما آگاه هستیم. یک برنامه در مجله بود که در خودجندم یک پیغمبر برآمد،
شما اون مجله را خواندین که وی هم دعوای پیغمبری کرد و قبلش جدا کرد و گفت بر من چندین آیت ها آمده است به نام آیت کارپرتایی، به نام آیت ماهیگیری. اینها را این پیشکی هم برنامه ها داشت، لیکن این هم از جمله همین 30 نفر دجال های هستند که پیغمبری خدا پیشگویی کردند. اینها چیکار کردند؟ برآمدند. تا بین این و تا بین اون مسیلمه کذاب چندین تا دیگه برآمده است. شاید باز تا قیامت چندین نفرهای دیگه باز برآمد کنند، لکن شما اینها را باور نکنید. اینها دروغ میگویند، اینا همه دروغگو هستند، اینا کذاب هستند. اینا جنهای دارند که اون جنها کافر هستند. اینها را وسواس میکنند که شما پیغمبر هستین و من جبرائیل هستم برای تو وحی میارم. اینا گمان میکنند که پیغمبر هستند، در اصل پیغمبر تمام پیغمبری خاتمه شد. این رسول اکرم هم چیکار کردند؟ برای ما و شما پیشگویی کردند. و دیگر نشانه آخرت رسول اکرم گفتند که حضرت ابو هریره میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، پیغمبری خدا گفتند لا تقوم الساعه، قیامت قائم نمی شود مگر کدام وقت؟ یک مرد می براید ذو سویقتین من الحبشه یخرب الكعبه. سبحان الله. یک زمان گفت می براید یک مرد می براید که پاهای خیلی باریک دارد، پایهاش باریک است، پایهایش خیلی باریک است، خودش سیاه پوست است، قدی پس دارد. یخرب الكعبه، همین کعبه مکه مکرمه را خراب میکند، کعبه را چپه میکند. این کعبه ای که امروز ما و شما با یک کوشش های خیلی زیاد، با یک مهر و محبت خیلی زیاده، با چندین هزار کیلومتر طی میکنیم که آن مکافات خدا در قرآن گفته است هر کسی که حج میکند و بعد حج عملهای صالحش ترک نمیکند مکافات او جنت است. همین کعبه را رسول اکرم گفت یک مرد میبراید، پایهای خیلی باریک دارد، خود سیاه پوست است و قد پس دارد که کعبه شما را خراب میکند. سبحان الله. خدایا از او روز ما را پناه طلب میکنیم به سوی تو. کاش که او روز ما و شما نبینیم و الی آدم مسلمان حقانی به دیدن این منظره شاید که دیگر در دنیا زندگی کردن نتواند. امروز ما با چشم شاد سر میبینیم که بعضی از مسلمانهای ما و شما زیر تیرها قرار دارند، عذاب و مشقت دارند، خانه ها ندارند، سرسان و سرگردان شدند. برای این قدر غمخوری میکنیم. وقتی کعبه مسلمان ها که چپه شود حال ما و شما چگونه میشده باشد؟ این بعضی از نشانه هایی که به سمع شما رسانیدم، این بعضیش هست. به نهایت زیاد گفتن پیغمبر، به نهایت زیاد گفتن از علامت های خوردش، لکن انشاءالله خدا خواسته باشد فکر میکنم همینش برای ما و شما کفایت کننده هست و میگذاریم با نشانه های 10 نشانه که پیغمبر خدا گفتن که خیلی نشانه های کلان است. از آن جمله آفتابی که از این مشرق می براید به سوی مغرب غایب می شود. قیامت که نزدیک شود از این جانب حرکت آفتاب سر می شود. آفتاب برآمد خدا، طلوع خدا از جانب مغرب می کند که آن روز دیگر در توبه بسته می شود، دیگر توبه ما و شما قبول نمی شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا اهل این جمعیت ما را اولا خدایا تنی صحت، عمر دراز نصیب روزیشان بگردان. خدایا هر مراد و هر مطلوب و هر مقصدی که در دل دارند اگر نیک باشند خدایا برآورده خیر بگردان. خدای مهربان در دل همه ما بندگان محبت خودت را، محبت اسلامت را، قرآنت را و جمیع مسلمین روی دنیا را خدایا مستحکم بگردان. و خدای مهربان امروز ما هم پیشواها داریم، سردارها داریم، در حق اونها هم باید ما و شما دائما دعا کنیم که خدایا اونها را هم توفیقشان رفیق بگرداند،
در دین آنها خدایا محبت قرآن و اسلام و خداوند و این جمعیت را داخل بگرداند و خدایا آنها را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبشان بگرداند و هر یک نقشه های خوبی که برای آبادانی این جمهوری ما و شما دارند خدایا اونها را به این نقشه های نیکشان موفقشان بگرداند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. همینجا یک وقت شما را کمی میگیرم، وقت مالی هست. یک دو جمعه شد که ما اعلان میکنیم برای آبادانی همین مسجد. در طرف همین راست من یک جای طهارتگاهی که یعنی ساخته بودن این برادرها، فقط همون 4 دیوالیش کردن، دیگر با پوشاندن او دیگر به تعمیر او نرسیدن. قریب یک هفته شد در حضور وکیل همین محله و بسیاری از مستفیدهای همین جمعیت همین محله همون ساختمان قریب که به آخر رسید، یعنی پوشانیده شد، تخته و چوب و مبلغ‌های زیاد صرف شد. هزارها شکر، خدا را شکر که بسیاری برادرها اینجا دیگر من مبلغ‌هاش ذکر نمیکنم، فقط همین انسان‌ها را یک نامگیر میکنیم، در حقشان دعا کنیم که بسیار یک یاردم کلان کردن. در دوام یک هفته یک یعنی خانه کلان پوشانیدن از تخته و از چوب. ختان البته تصور کنین چندین روزها در اینجا تراکتورها کار کرد، مردم زیاد کار کرد. همین محله هم برادرمان استا خورشید از همین محله هست، بالای همین حاجتخانه و همین طهارتخانه را با همراهی استا سلطان و با همراهی اکای قربان که خدا عائلش نو گذشته است رحمت و مغفرت کند، یک جایه شدند، بالای همین پوشانیدن. بابای حاجی شاهین هم که یکی از مردهای پیشوای همین معرکه هستند، خدا در عمر جانش برکات دهد. برادرمان بابای کریم اکای آدینه که تمام گشت هایی که بالای همون الحال چند هزار، قریب 3000 یا 4000 پوشانیده کرد، این امگمان اکای آدینه هستند. برادرمان این داملا نظرعلی اکای محب الله اکای دولت، بابای حاجی سید احمد هم آدم پیرانسال هستند، بیچاره در اینجا خدمت کردند و دیگر بچه هایی که در اینجا خدمت ها کردند.